دختر عزیزمون پدرشون کمکشون کنن. آره هندوستان اصلا من تقصیر ندارم، اینجا نمیشتم پاکستان من بیگناه هم. خب معصومه خانم خودتو معرفی کن عزیزم. من خانم معصومه راحت هستم، 8 ساله از هندوستان کشمیر. واه کشمیر. خانم سنشون پایین دارم، ما 6 گفتی شما 7 گفتی ها. هنوز بالا نمیدونه قضیه چیه. خیلی ماشاءالله. چند جز حفظی؟ نزدیک به 14 جز. 14 تا اینجا رو برد بالا. من گفتم 10. آیا دیگر اطلاعات؟ خب 14 منتها تو مقطع 10 جز البته شرکت کردن. بله تو همین فرصت 4 جز هم اضافه شده. ماشاءالله. به نظرت کی حافظ کل میشی؟ نمیدونم. بگو انشاءالله هر وقت خدا توفیق بده. البته با حمایت‌های پدر و مادر و مجموعه المصطفی به زودی انشاءالله محقق میشه و شما یکی از پدیده‌های حافظان در بخش خواهران المصطفی خواهید بود. الحمدلله. خب برنامه تو اجرا کن عزیزم، خیلی کوتاه. کجا رو میخوای بخونی برامون؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، صفحه 192 از آیه 36 تا آیه 32 تا آیه 36 از سوره مبارکه توبه. سوره مبارکه توبه. بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشركون. یا ایها الذین آمنوا كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة وينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العلي العظيم. احسن ماشاءالله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءالله ماشاءالله. خدا انشاءالله حفظت کنه معصومه خانم و پدر مادرت هم رو برات حفظ بکنه که زحمت کشیدن. خب شما بفرمایید که حالا چون در بخش حفظ هست از کی شروع کردی شما؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه من گزارش مختصری بدم از امور خانواده تشکر میکنم. این برنامه ها برای ما برگزار میکنند. از 3 سالگی این روخانی راونخانی رو شروع کردن، بعد از اون ادامه داره تا حالا. کجا این کلاس رو رفتن؟ قرآن و اهل بیت. بسیار عالی. انشالله که موفق باشی و همچنان مستمرن در شرایط کرونا به صورت مجازی ادامه داره. حدوداً 1 سال داره خونه کار میکنه، چون قبل وقتی که کرونا اومده خونه کار میکنه، مامانش کار میکنه، هم فشار که نمیارید روش؟ نه، فشار که خودش علاقه داره. توصیه‌ای دارید برای خانواده‌ها که بخوان انشالله الگو بگیرن؟ روزی حدوداً 2 جزونی میخونه. ماشاءالله. و 1 در میلیون 1 صفحه حفظ میکنه. روزی یک صفحه 1 گذر میانگین نیم صفحه. خیلی عالی. انشالله که به زودی زود شاهد باشیم که حافظ کل شده عزیزمون و
در مسابقات بعدی انشاءالله با درخشش‌های بیشتر. تشکر میکنم از حضور شما. اسم شما خودتونم؟ من گوهر احمد هستم از کشمیر. سطح ارشد بخونید مجتمع ارشد تمام کردم. کدوم مدرسه؟ نه پاکستان نه هند یک کشمیر. رضوان الله تعالی علیه. خب صلوات مجری محترم اول گفته که پاکستان، بعد گفته که هندوستان، بعد آخرش معلوم شد که کشمیر. چقدر اطلاعات دقیق دارن اینها ماشاءالله. بهش هست انشاءالله که باقیات و سالات همه ما باشه. از خودمون به یادگار بگذاریم فرزندان ماشاءالله قربانی و برادر اونها رو دخترت در همین سن که ماشاءالله. واقعا مورد حجمه سنگین ماشاءالله، تبلیغات ماشاءالله. دشمن هستن، بهترین کار بیمه کردن اینها در ظل سایه قرآن و اهل بیت علیهم السلام است. خب ضمن تشکر بفرمایید. ممنون هستیم از حضور عزیزان. دعوت میکنم در این قسمت از برنامه از سرور اجمل جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جدیری معاون محترم اروپا